اینجا آرامگاه کوچه حیات نوی شهری دوشنبه است و این آدمان با کفتن قبر پیوندان فوتیده خود که سالهای پیش گرانیده شدند مشغولند. در نظر است در جای این قبرستان مسجد نو بنیاد کرده شود. قسم زیادی جسدها بیرون آورده شده در آرامگاه محله مهرآباد پایتخت دوباره به خاک سپرده شدند. عائله شریفوف‌ها که در کوچه مذکور زندگی میکنند چند روز پیش آخرین جسد خانواده خود را از خاک بیرون کردند. اپام بود، دخترشم بود، منیجا دوتا بود. این سیم این آخرونز بود مویلم. دخترشم 2005 بود 2004 بود بفکرم. این یگانه آرامگاه نیست که در شهر دوشنبه کوچانیده می شود. دوام ماه مارت یک قبرستان دیگر در محله حلقجر ناحیه شاه منصور نیز کوچانیده شده است. از ریاست آرامگاه‌های شهرداری دوشنبه در یک صحبت تلفنی با ازیا پلیس کوچانیده شدن این دو آرامگاه را تصدیق کرده گفتند در جای آرامگاه کوچه حیات نو مسجد و در جای آرامگاه محله حلقجر بینای نوی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه بنیاد می شود. از سرریاست معماری پایتخت به سوال ما در خصوص آنکه این ساختمان‌ها با کدام قرار و کی شروع می شود پاسخ ندادند و درخواست مکتوبی رسمی کردند. یک ساکن محله 84 که نزدیکانش در آرامگاه کوچه حیات نو دفن شدند میگوید خبر کوچانیدن آرامگاه باید طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده میشد. نیمشولم مرداشون در اینجا برآمدگی آغاز کنن در تلویزیون در اینترنت آغاز کنن که نیمی مردم 84 کوچی در ای دولت برآمدگی مردم نمیدونه که مرداشون برآوردن در کره. سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان میگوید هنگام ضرورت، آفت‌های طبیعی و دیگر سبب‌هایی که برای انتقال مزار از جای به جای دیگر مهم باشد، شریعت اسلام اجازت می‌دهد. استخوان‌ها را در یگان متاع سفیدی نه در شکل کفن بلکه در شکلی یعنی باید اون متاع سفید باشد، نمازی باشد. استخوان‌ها را در شکلی خلطه یعنی نمازی خلطه نمازی یعنی جای میکنن میبرن در دیگر قبرستان به جنازه و به لحد گور میکنن. مشاهده 4 روزه خبرنگاری ازیا پلیس در این دو آرامگاه نشان داد که خود ساکنان به کندن قبرها مشغولند. ولی به گفته ساکنان یک گروه از ریاست آرامگاه‌های شهرداری نیز به ساکنان در کندن قبرها کمک کردند. از این ریاست گفتند که کوچانیدن قبرها دست جمعانه با ساکنان محله‌ها و موافق ترتیبات دین اسلام صورت گرفته است. ما همیشه کند کرد. گفت وقت نشده بود ما خبردارم نبودیم. همین اومدیم سر کردیم کانال شد. گفتن که بودو خیلی باقی وقت نیست با هم کار بابای شما ما گفتیم خود اومدیم و وقت میکنیم میگیریم گفتیم. مشاهده نشان داد که هنگام بیرون آوردن جسدها قاعده‌های بهداشتی رعایت نمی‌شد. ساکنان که به کندن قبرها مشغول بودند، نقاب و حتی بعضی‌ها دستپوش هم نداشتند. اما از مرکز سانیتری اپیدمیولوژی ناحیه شاه منصور گفتند متخصصان این مرکز برای بی‌ضررگردانی و داروپوشی آنجا حضور داشتند. رئیس محله ششخانه کوچه حیات نو در صحبت با ازیا پلیس گفت در کندن قبرها مردم با خواهش خود همراه شدند. با گفته او ساکنان با دستپوش و نقاب به بیرون آوردن جسدها مشغول بودند، اما مشاهده های ما برعکس حال را نشان میداد. از مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر دوشنبه به ازیا پلیس اطلاع دادند که بیرون آوردن جسدها به رعایت قاعده‌های بهداشتی باعث پنهان شدن بیماری‌های گوناگون از جمله سیل، وبا، بیماری سوختنی و غیره می‌شود. با گفته این نهاد میکروارگانیسم‌های باقی مانده جسد سالها در خاک زنده میماند و آنهایی که به چاره‌های محافظتی به این کار دست میزنند میتوانند طریق راه‌های نفس، پوست، دهان و آلوده شوی آبها سرایت یابند. همچنین ذکر کردند که نادرست کندن قبرها میتواند خوف اپیدمیولوژی به کارگران و حتی ساکنان اطراف داشته باشد. این نهاد توصیه می‌دهد که هنگام کندن قبرها و بیرون آوردن جسدها از نقاب، لباس محافظتی یک کرته، دستپوش‌های 2 قبطه، عینک محافظتی، پایافزال رزینی استفاده برند و پس از به اتمام رسیدن زمین به ضرر گردانیده شود. طبق قرار حکومت تاجیکستان درباره ترتیب نگهداری و استفاده بری قبرستان‌ها که سال 2017 تصدیق شده است، استفاده حدودهای قبرستان‌هایی که محکم کرده شدند بعد از 40 سال از روز محکم کنی آنها اجازه داده می‌شود. ولی به گفته ساکنان محله حلقجر آخرین مریض در این آرامگاه همگی چند ماه پیش به خاک سپرده شده بود. آرامگاه کوچه حیات نو نیز هر چند سال 2006 محکم شده باشد ولی در سالهای آینده نیز چند مرده را آنجا گرانده‌اند. مادرم خواب بود که جان این سهر کندن شکرانه الله که شهید برآمدن. سال 2020 در بیمارخانه
استقلال خوابیدن هم خیلی وفات کردن. اینجا گفتن ای حکمت میاریم آدم با همین بیمارایی که هم خیلی کووید مزدقتی خواهند مقصد هم موقتی از چند کسا گرفتن مجدد کردیم آوردن امو ای حکمت آدم آوردن کندن. آرامگاه محله حلقجر پورا کوچانیده شده. از اینجا بیش از 3000 جسد به آرامگاه محله مهرآباد و دیگر قبرستان ها برده شده است. از آرامگاه حیات نو بیش از 200 جسد بیرون آورده شده. جستجو و بیرون آوردن این جسدهای باقی مانده ادامه دارد. با تاکید مفتی تاجیکستان، همچنان که انسان در زنده بودنش محترم است، استخوان مرده هم محترم است و باید به آن احترام گذاشته شود و جسدها با کمال مسئولیت و آداب بیرون و در جای دیگر دفن کرده شوند. ایدیبک سعید، آزیا پلیوس. لعنت الله به تو حرامزاده پرخوک باد رحمانوف. آدم اینقدر بیناموس و به شرف و خدا به خبر نشده. سبحان الله. توبه توبه. حتی مرده های مردم تاجیک آرام نگذاشت. این حرامزاده کافر مطلق چقدر دلی آدم درد میکند که به خاطر فرودگاهش و به خاطر مسجدهای هزاران مسجد مادر به خطای مادر فاحشه بستی. آن مسجدها را باز کن تو اگر بنده الله باشی. تو کافر مطلق. برای چی قبرستان آرامی که مردم بیچاره اونجا به آرام خوابند تو ویران میکنی و باز مسجد میسازن میگویی؟ تو حرامزاده پرخوک هزاران مسجد برده سگاد رفته بستن و مردم عذاب دادن. باید وی را رفته باز میکردی، نه اینکه مردم بیچاره را سرسان و سرگردان کرده مرده های آنها را 4 طرف کشال و مالان کرده تو قبرستان یعنی ولنگار میکردی. لعنت الله به زاینده ات بود. لعنت الله به همون پدر نامعلومتی که مادرت را از قد راه تجاوز کرد و تو پرخوک حرامی را حرامزاده به دنیا آورد. لعنت به تو. لعنت به ناموس و شرفت. لعنت به آت و اولادت. لعنت به 7 پشتت حرامزاده.